علیکم. اکای حاج قاسم همین خیلی آدمایی که خدا ترس بده که به پول به هیچی مرده موراکه در تاجیکستان روان کرد، خدمتش کرد. پروردگار امر خداوند نگاه کنه، خیرش قبول گردونه. نسهم دل که همین خیلی آدمای خدا ترس بده که در حق کمبغلا یاردم میکنه و خدا کو به پول به هیچی کو گیر مورا یاردم کرد، روی کرد اینا مرده مورا در خدمت همین مردم تاجیک بوده. Rahmat emin oldu pozisyonu ki amca moğumdi bana bahçe oradan kadar bana kapar oldu beni bana amca oldu bir şey koysan ben yaksın pul oldu gitti rahmat böyle bana kayoman bana konuştum ben yoğun korum kötü oldu rahmat ama sonunda Ребята, я сам из Фуджанда, с Ростова ребята, сваринские ребята помогли. У меня племянник, так получился это, ребята помогли мне, вот раз в Москвы привезли, вот Хасим вот нам помогает. Все говорят, что платно, вот я ничего не вижу, только благодарю, что они помогли мне. Я только вот это знаю, бесплатно, я нигде ничего не платил. Спасибо им. Rahmatem yok ki hayrat diyamına o yoldan tosya. Rahmatem yok. Assalamu alaikum baradaro. Bana o di tosin diyamına amca bacho arasto. İsmini bacho yoldan kadar mıydı var. Ondan bu bana o olsun bana ham emine kudasam beyakti pulu bana. Rahmatem o yoldan tosya. Orada yakın ki kapı boğanı bulsa mahsudan meydan bana hayrat emi orada bugün yoldan kadar. Bana meydana maç çoğun bekledim. Orada bana bak hukum bir şey oldu. Bunu ben o sözüm ki bana rahmetim o yoldan pozisyon var. Ben minnettar olan başlayalım. سلام دوستان عزیز، خدا نگهبان تو باشه. همه وقت چقدر خدمت میکنی. سلامت باشه دوستان مهربان. برنامه بر صدای ولی میگه این مردها که بودن حاج قاسم که است، ان شاء الله با این سوالات رو جواب میتیم. در بالنسته هستیم، بیماری داریم، دعا کنید در حقش. باری سوال بوده که طوری ریشت چوه سفید شده؟ الحمدلله. خوب دوستان، چه بگم؟ ملت غمخوارم، برادران مهربانم، برادران شیردیلم، اپا و خواهرای شیردیل که چقدر مهربان هستی، دل سوز هستی. پروردگار شما راضی باشه. امروز 3 مرد روان کردیم برادر. دوستان مهربان، ده تا کودک که در کتیال راستا و ندارمود سوخته بدن و یک تا دیگه برادر که خدا رحمت مغفرت کنه در جنگ اوکراین برای که خدمت میکرد، یعنی در خدمت بود، جنگ نبرده بودن، شاید در خدمت امیراسیه بود. همه ایمی از یگون که زبور نکردیم، در یگون کانال نپرتفتیم. رحمت کنه پدر مادرتون، چقدر دستگیری میکنی. از شما چی خواهش میکنم؟ ویدیوی من به خاطر چیه؟ برادرها گپ زدن دیدی. دوستان مهربان، از هر یک کدوم شما خواهش میکنم، در حق حاج قاسم خواهش میکنم، باز میگم که و در حق برادری که سوم داد بلیت گرفتن و تاجیکستان روان کردن، خدی سپروردش مردها را، گودکا را، اماکیشون. پیلوس این شخصی که برای تاجیکستان یک برادر از شهر دوشنبه 15000 داد برای مقصد گروچوپی تاجیکستان. از هر یک کدوم شما خواهش میکنم در همین روز جمعه در حق میتو دعای خیر کنی. کسی بتونه در کد نماز بخونه، کدمت که امکانه نداره، در حق در همین کامنتار یک تو ببینن، ذوقشون بفهمن که در حقیقت چقدر مردم حرمت میکنن. حاج قاسم کیه؟ حاج قاسم شخصی از برادر ما که حوض بشای پارچه که ویدیوش میمونم چقدر خدمت میکنه در مردم تاجیک. طولی 2.5-3 سالش که من در میام تنها من تو من دیدم زیاده از 100-300 مرده را جمع گیر کرده، روان کرده، بچش میخدم دیدم. پروردگار رحمت مغفرت کنه اکا جان، اهل بیتونه، خداوند از زندگیت برکت بیاره ای فرزندات. والله قسمم خرسان میشم. یا سخن میکنی چقدر خدمت میکنی. از جای بی خودش، از کیسه خودش یگون سوم یگون کس نو گرفته جمع گیر کرد، گودکا را گروب کرد. ده گودک اون دیده کلانش هم همه 28000 دیگه بلیت یا 24000 دیگه بلیت گرفت با اون سپروردش. یعنی یک مرد روان کردن تا 27 تا 30 تا 35 هر خیلی میبینی خودتون.
همه می حاج اکی قاسم میکنن، همه هم زندگی داره، همه هم روزگار داره. میگن کو هر شب زی خودت بپرس اگر تو مردی امروز چه خدمتی به مردم کردی، امروز چه خدمتی به مردم کردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. دوستان عزیز بیای سرجم شیم. خواهش میکنم فرق نداره در کدام دولتیم، در وطن هستیم دور از وطن هستیم، حرکت کنیم سرجم شیم، یک مشت شویم، همین خیلی دستگیری همدیگر باشیم. خداوند از همه تو راضی باشه. از هر یک کدام شما خواهش میکنم در یگان ویدیو خواهش نکردم که در همین کامنتری من بنویسید. خواهش میکنم در همین تای کامنتری من در حق پدر و مادر اکی حاج قاسم، در حق پدر و مادر برادری که خیر کرد دعای خیر کنید تا ببینم میخونن سیرانو چقدر خرسان شوم. با هم خیلی دستگیرش نه، یعنی موتیواسیون میتیم. وقتی یک کس خوبی مینه، یک کس میدونم یک خوبی به خاطر خدا مینی، اما از ما چی ما سبب میشه، موتیواسیون میتیم، رحمت میگیم. اگر همین دستگیری ما شما نباشه الحمدلله ببینه که ما 100,000 پادپیس چه قریب شدیم، 6,000 دیگه با 100,000 اومده. موتیواسیون شما نبود، رحمت مینداری شما پس اکرانی و بالا اکرانی در راه رو نمیبود، من هیچ حرکت نمیکردم. با هم خاطر رحمت به همه خواهش میکنم یا دستگیری کنیم ان شاء الله. 100,000 یا سورپرایز کلان دارم، 100,000 شیم ان شاء الله. خواهش میکنم از هر یک شما در حق اکی حاج قاسم در همین تای کامنتر دعا کنید، دعای خیر کنید، شعرهای بنویسید. همه وقت در جای یک مسلمان یا تاجیک پستی دست بگیریم. خدا نگهبان. السلام علیکم و رحمت الله.